با تیر میزنی هر جا که اسم من میاد سایمو با تیر میزنی دم دم. من همونم که نازنینت بودم به قول تو دنیا و دینت بودم حرف من و حرف دلت یکی بود من خدای روی زمینت بودم چی شد اون عشق آتشین اینجور کشید به دشمنی هر جا که اسم من میاد سایمو با تیر میزنی هر جا که اسم من میاد سایمو با تیر میزنی. دم اونایی گرم که ثابت کردن خوانندگی کلاس نمیخواد. دم اونایی گرمتر که ثابت کردن قیافه هم نمیخواد. اما بیشتر از همه دم همین موجی خودمون گرم با اون نفسش که ثابت که صدا هم نمیخواد. این هم شد زندگی آدم به چشمای خودش ببینه و با گوشه خودش بشنفه کسی که با او یک عمر از یک تبره خورده اینطوری بهش خیانت کنه بهش بگه سگ هار. قرب برم الهی این هم شد زندگی که آدم بعد عمری استراتژیست بودن بیاد مهمون برنامه بشه بعد یک کلمه معرفیش نکنن بحث و با سگ هار شروع بکنن. در خدمت ابر استراتژیست نظام هستیم با یه دکتر بودم دستم به دامن تو خجالت بکشه بی تربیت. یه فکری بکن برای حاجی رفسنجانی که خودش با اون دستای خودش مقام عظما رو مقام عظما کرد ولی حالا تشنه به خونه شده. چرا مقام عظمای بدبخت بیچاره دیگه رقابت نداره از هم بره سر کارش. مرحوم ابوی همیشه میفهموده بزن بهادر عرض کردم بله میفهموندن که مادره صبح رفت بالا سر پسرش گفت بیدار شو باید بری مدرسه دیر میشه. پسر از زیر پتو گفت نه رغبت ندارم برم مدرسه اونجا هیچ کی منو دوست نداره. بچه ها با هم بدن معلم ها از این بدشون میاد فراش مدرسه هم که اصلا سایه‌مو با تیر میزنه. مادره گفت جونم نمیشه که نری مدرسه آخه ناسلامتی تو مدیر مدرسه ای. روشن شد یا همچین بزنم که برگردی بعد از همه سال بری مدرسه. دکتر این داستان سیانت هسته‌ای تو مجلس چی بود؟ شیره بود برای سر دلواپسا؟ نه خیر زرنگی عظما بود بعد شیره بود برای سر کله دلواپسا. دست کم نگیر عظما رو. اونایی که به 7 خطی عظما شک میکردین دیدین که حرفتون اشتباه در اومد. اونایی که میگفتن ایشون پپن و گیجن و مواد رو کارکرد مغزشون تاثیر گذاشته حالا معلوم میشه که هر چی هم تاثیر گذاشته باشه بالاخره 7 قطر از خودشونن. بفرما یه هفته مونده به ضرب العجل انقدر گرد صحبت کرد که همه راهها باز بمونه. گفت ریش و قیچی دست شورای عالی امنیت یعنی مجلس و اینا کشک یعنی خلاصه زیر دود و دم و اینا یواشکی جام زهره رو رد کن بره. خیلی عالی های دکتر پس بالاخره مقام عظما یک واکنش هوشیارانه نشون دادن. نه دیگه گلگیره رو مالیدی بدجور به دیوار. نه واکنش تو هوشیارانه بود نه عظما. زهر رو یواشکی بخوری خب زهر دیگه. دکتر بالاخره اگه بتونه شیره رو بماله سر دلواپسا که خیلی خوبه. آره ولی اگه ولی نتونه شیره رو بماله چی؟ اگه هم چوب خورد و هم پیاز خورد و هم 100 تومن داد چی؟ مرحوم ابوی همیشه میفهمیدن به بهادر عرض میکردم بله میفهمیدن که مشنگه باباشو ورداش برد بیمارستان. گفتن چی شده؟ گفت زهر خورده. گفتن پس چرا زخم و زیلیه؟ گفت آخه به زبون خشک نمیخورد ناکس. بالاخره شاید یه تعدادی سانتریفوژ برامون باقی بذارن که بچرخه. اصلا حوصله سوالای کشکی رو ندارم. یارو خسته بود ازش یه آدرس دور پرسیدن برگشت گفت حالا نمیشه نرین. یه معاینه سرپایه استراتژیکی میکنم که ببینم اصلا بحث رو با تو ادامه بدم یا نه. 91 ماهی داری 47 تاشون غرق میشن چند تا برات میمونه؟ نمیخواد به مغزت فشار بیاری خونریزی مغزی میکنی ها. تو تا حالا شنیدی که ماهی غرق بشه؟ خودمونیم. آخه تو سن و سالی ازت گذشته خجالت نمیکشی با این رفتارت؟ آیه دکتر یه سوال میخوام بکنم که خیلی خطرناکه. الان دیگه همه چی برای نظام خطرناکه.
نظام رو ولش کن، برای برنامه خودمون خطرناکه. با توجه به اینکه الان تو دقایق آخر برنامه ایمو من میدونم شما دنبال بهانه میگردین برای اینکه میزو چپ کنین و یه درگیری ناعادلانه راه بندازین، خواهش میکنم با من تو بحث را بیاین و متمرکز روی موضوع باشین. بیت حاج آقا رفسنجانی، حاجی رفسنجانی هم رفت تو کار شعر و غزل و مصرع و بیت و اینا؟ نه خیر، منزل ایشون تو فرمانیه کدوم یکی رو میگی؟ آیه دکتر از شما بعید عفت خانم میگم، عفت خانم مرعشی، مادر، اونی که 10 سال زندان براش بریدن. خب از اول اینو بگو. پس تا حالا داشتم از آخر میگفتم. به هر حال ایشون گفتن این حکم 10 سال زندان مهدی هاشمی حکم نیست، پدر سوخته بازیه. این یعنی گسترش جنگ حاجی رفسنجانی عظما به بیت ها. به زبان لطیف شعری میگم که بسیجی ها نفهمن. مجری برنامه میسوزد چنان پروانه ای، فک عظما رو نزن عفت خانم، دیوانه ای. اول در مورد شعر یه چیزی بگم. آدم آب رادیاتور جوش آورده رو با ضد یخ قاطی کنه بخوره، ولی شعر تو رو نشنوه. زدی رو دست آواز خوندنت. دوم، بحث پدر سوختگی از نظر استراتژیکی درسته. چند بار پدر این بابا رو سوزوندن. پدر عفت خانم بابا پدر مهدی هاشمی رو میگم دیگه، پدر شری خود حاجی رفسنجانی. یه بار سال 84 جزغالش کردن، یه بار تو مجلس کردنش آقاسی. این دفعه تو ریاست جمهوری دیدیم چه بلایی سرش آوردن. حالا اینکه دوباره وایساده جلو عظما، نه که سوختگیش کم بوده. ببین عظما چه بدبختی داره که با حریف 3 بار سوخته دست شکسته پابسته میره تو رینگ، بازم پک و پوزش میخوره برمیگرده. آی دکتر شما بحث سوختگی رو بردی رو کل نظام. خانمان عظما رو به باد نه به آتش دادین. صاف دارین میگین درسته که عظما نقاشی بلد نیست، ولی باید راهشو بکشه و بره. آقای برم من اصلا این حرفا رو زدم. من نوک استراتژیکی گفتم، تو عظما رو به خاک سیاه نشوندی. آخه شما استراتژیست نظامی. تو چرا بحث بردی تو بیت و سم و سگ هار رو میخواستم این که حرفا رو راحتی کردی؟ بدی راحت ناسلامتی چیه؟ تو طرف هار کردی.